بصورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء. در لا اله الا الله میفهمید چقدر کلمه دو جمله هست لکن یک کتاب معنا میده. پس در لا اله الا الله، لا اله اول دو چی بود؟ اینا هر کدام شما را که اینجا گفتیم بیاین بگوین، این قسم بگوین که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دو جمله هست. در جمله اولش در لا اله الا الله نفی است. نفی چی هست؟ نفی دو چیز است: معبودای باطل و قانونسازای طاغوتی. قانونسازای طاغوتی کی است؟ معبودای باطل. چند تا از معبودای باطل؟ بیشتر از 20 قسم معبودای باطل است. یک کسی بت پرستش میکنه، یک کسی سنگ پرستش میکنه، یک کسی حیوان پرستش میکنه، یک کسی آفتاب و مهتاب و ستاره ها یاره پرستش میکنه. این معبودای باطل است. و قانونسازای طاغوتی کی هست؟ فلاسفه هست. ارسطو یک طاغوت است، افلاطون یک طاغوت است، یا قانونهای ضد شریعت الله جور کردن. فیلسوفا کلش چرا همیشه یا چی هستن؟ اصل وحی را قرار نمیدن، عقل خود قرار میدن. میگه چیزی که عقل من میگه من را قبول دارم، خلاص طاغوت شد. مارکس، انگلس، لنین یا کلش طواغیت هستن. و هر کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه این طاغوت است. پس انسان مسلمان، یعنی ما وقتی که در پوهنتون و شما معلمین هستین و مردمای تحصیل کرده هستین، همیشه وقتی که انسان کلمه را هم میخونه به شکل اکادمیک بخونه. لا اله نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و قانونش و نظامهایش تطبیق شوه. پس این دو چیز نفی میکنیم، میگیم الا الله. پس کسی که مستحق است که ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه کی است؟ الله است. الا الله. پس کی عبادت میشه؟ ذاتش الله. و کی اطاعت میشه؟ نظام و قوانینش الله. لا اله الا الله را بسیار مددار بگوین. اینجا مد است نه؟ لا اله فاعلم انه لا اله الا الله. این مد چرا اینجاست؟ اینجا یعنی نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت و قانونش اطاعت شوه الا الله، بغیر از کی؟ الله. ذات الله و شریعت الله که عبادت، ذات الله عبادت میشه و شریعت الله اطاعت میشه، نظام الله اطاعت میشه به طریقی که محمد رسول الله. این جمله دو میشه. پس ما اول نفی کردیم تمام معبودای باطله و تمام قانونسازای باطل و طاغوت صفته. اول رو چی کردیم؟ نفی کردیم. فمن یکفر بالطاغوت، اول باید نفی کنی. از این خاطر علما میگن که اول باید تخلیه کنی خدا، بعد از تحلیه. این کلمات رو برای شما میگم، شما مردمای چی هستین که تحصیل کرده هستین. تخلیه او تحلیه چه معنی؟ تخلیه چی معنی؟ پر کردن. با چی پرش میکنی؟ با الا الله. با چی؟ الا الله. پس جز اول تخلیه شد، نفیه شد. جز دوم تحلیه شد و اثبات شد. و از این سه تعهد هم معلوم شد. تعهد اول، تعهد دوم و تعهد سوم. این تعهدات معلوم شد.